سلام. در خصوص قراردادها نکته خیلی مهمی که وجود داره این هست که اکثر اونها اصطلاحاً عقود لازم هستند. یعنی به محض اینکه طرفین قرارداد رو امضا بکنن پایبند به تعهدات قراردادی هستند که قانون و قرارداد بر عهده اونها گذاشته. بنابراین به صرف اینکه مثلا یکی از طرفین قرارداد برای مدتی به تعهد قراردادی خودش عمل نکنه این باعث فسخ یا بطلان قرارداد نمیشه. موردی که خیلی شایع هست در مورد فروش املاک و آپارتمان ها هست که مثلا به این دلیل که خریدار قرار بوده ثمن رو فوری پرداخت بکنه و به هر دلیل پرداخت نکرده، فروشنده به خیال خودش فکر میکنه که چون یه مدت زمان زیادی گذشته و خریدار پول رو پرداخت نکرده پس قرارداد حتما خود به خود فسخ شده یا باطل شده، در حالی که اصلا اینطور نیست. چون اصل بر لزوم قرارداد هاست، یعنی این قرارداد تا ابد هم در واقع طرفین رو ملزم به انجام تعهدات ذکر شده در قرارداد میکنه. بنابراین نتیجه‌ای که حاصل میشه این هست که بعد از گذشت چند سال که این پول ثمن در واقع داره هر روز ارزش خودش رو از دست میده و از طرف دیگه اون ملک هر روز داره گرونتر میشه و شامل تورم وحشتناک میشه، بعد از چند سال خریدار پیداش میشه و یه دادخواست الزام تنظیم سند و الزام فروشنده به تحویل مورد معامله میده و نتیجهش این هست که دادگاه فروشنده رو ملزم به انتقال سند و تحویل مورد معامله میکنه و این دفاعی که مثلا چون خریدار پول را به موقع پرداخت نکرده پس این قرارداد باطل شده به هیچ عنوان در دادگاه ها شنیده نمیشه.